در یک سال لیونل مسی چقدر پول کار میکند؟ این رو شما میتونید که حضور دوستان فهمید و پیش از ویدیو رو سر کردن در ویدیو لایک مونید و در کانال ما ابونه شوید. ما سر کردیم و رفتیم. مسی پولهای خود را کار میکند از کلوب بارسلونا، از اسپانسران، رکلاما و بیزنس خود را دارد. مسی سال 2004 0 از 1075 میلیون یورو در یک سال پول کار میکند. در 2005 باشد او 1.2 میلیون یورو در یک سال پول کار کرده و در ماه سپتامبر 2.4 میلیون یورو پول کار میکند. 2007 او 5 میلیون یورو در یک سال پول کار میکند. در 2008 باشد او 7.8 میلیون یورو پول کار میکند. 2009 او 12 میلیون یورو پول کار کرده و در همین سال اولین توبه پیتلوی خود را میگیرد. در 2014 او 20 میلیون یورو در یک سال پول کار میکند. 2017 او علاقه 29.2 میلیون یورو پول کار میکند. مسی باز پولهای خود را از فرماهای ادیداس کار میکند، یعنی برای رکلام او در یک سال 20 میلیون یورو پول کار میکند. او باز با کانترکت پپسی، هواوی، ماسترکارد، سامسونگ و چیپس لیس پول کار میکند. مسی باز پولهایش را خیلی خوب خرج میکند. او کمی پولهایش را با بیمارخانگان ارژانتین و با آدمان یاری میدهد، چون که او هم در خردسالی کمیزات بود و بیمار بود. او 0.3 میلیون یورو خود را به کمیزاتان بخشیده است. دوستان عزیز، اگر این ویدیو به شما معقول شده باشد پس در ویدیو ما لایک مونید و در کانال ما ابونه شوید و در کامنتر نویسید که شما با کی مخلصی میکنید، یعنی به مسی، به رونالدو، به محمد صلاح یا به یگان فوتبالیست دیگر. در کامنتر این رو حتما نویسید. دوستان عزیز، خیر با شما بود پیجکی ابراز تیوی. تا بازدید.